استاد درآمد شما چقدر است گفت؟ او یگانه کسی است که به من این سوال را تنها داد. حالا من معیاری بهادهی خیلی بلند دارم برای دوره معین. معیاری بهادهی در بلند. مسئله فینانسیست، بوغالتر، HR منیجر پولро эконом кардан дар кор нест. X2 درآمد زیاد شده است، کپیتالیزاسیا باز هم бале بیشتر. яъне истеҳсол кардан фоиданоктар аст. кас даромади зиёдтар ба даст меорад. اقلا شما باید یک سال همین خیل کارها را بکنید. ширкатҳои амрикоӣ, ширкатҳои арабӣ آنها این هم استانداردها را قدر میکنند و پول خوب میدهند. من دوستانی دیگر ندارم و جز شاگردانم که همیشه در پهلوی منند. алмаато собиқ пойтахти ҷумҳурии қазоқистон аз рӯи аҳолӣ калонтарин шаҳри кишвар. дар ин ҷо 2,130,000 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. алмаато маркази тиҷоратии қазоқистон аст. سلام شاگردان عزیز، بینندگان، خوانندگان و شنوندگان محترم ما. دوستان عزیز، من حالا در الماتا هستم و میخواهم به شما باز یک شاگرد بهترینم را معرفی کنم. این الکسی کیم است. تجارت او در تمام قزاقستان میگا فارما است. محض در ساحه فارماسیوتیکا او محصولات طبی استحصال میکند و همچنین میفروشد. الکسی، تو چند سال باز تجارت میکنی؟ аллакай 10 сол боз. 10 سال باز. بله. اساساً چی استحصال میکنی؟ ман чизҳои фарматсевтикӣ истеҳсол мекунам. мо аз ҳар гуна мавод ашёи тиббӣ истеҳсол мекунем, ба монанди ниқоб, бахил, дастпӯшак, шприц, бинт, соскаҳои кӯдакона, бутилкаҳо. لطفاً بگو کار را از چی سر کردی؟ من استحصالاتی تو را دیدم، کارهایت خیلی پسندم آمد. کمی قصه کن، کار را از چی سر کردی؟ چون که تجربه های تو میتواند با آدمان زیادی کمک کند. ман аз хитой бороварданро сар кардам. از خیتای. ҳа, ман овардани ниқобҳоро сар кардам, соскаҳои кӯдакона, чочакҳо яъне, ва баъд ба хулосае омадам ки ин чандон фоиданок нест. беҳтар мешавад агар истеҳсолоти худро ба роҳ монам. آها، یعنی بعد چند سال تو از سودا به استحصالات گذشتی؟ аввалин цехи истеҳсолкунандаи худро соли 2016 кушодам. از این برمی آید که تو تخمینا 4 سال سودا کردی و بعد استحصالات را سر کردی. بله. این فکر از کجا پیدا شد؟ ҳангоми хониш, яъне вақте ки ман тиҷоратро мехондам, тибқи технологияи дорусозӣ ман фаҳмидам ки истеҳсол кардан фоиданоктар аст ва дар ин кор даромад зиёдтар аст. و تو همین خیلی تحلیل کردی و این را درک کردی. ва барои ин ҷойҳои кории нав фароҳам овардан лозим буд. وقتی استحصالات را سر کردی، استحصال چند نمودی محصولات را آغاز نمودی؟ мо истеҳсоли витаминҳову кислатаи аскарбинаро оғоз кардем. аввалин кори мо ҳамин یعنی буд. من در نظر دارم که وقتی کار را سر کرده چند نمود محصولات داشتی؟ 2 мо 3 тахминан 10 5. намуди кислатаи аскарбинаро истеҳсол мекардем. فرض کردیم که یک سمت کار کسلته اسکاربین بود، سمت دوم چی боз мо بود؟ присипкаҳои кӯдакона истеҳсол мекардем. баъди 2 сол истеҳсоли ниқобҳоро сар استحصال кардем. نقاب ها را سر کردید، یعنی علاقه بله. 3 سمت. دوستان عزیز نگاه کنید، من چی گفتن میخواهم. اگر شما با تجارت مشغول شدن میخواهید، همین تجربه خوب است. پیش از همه تو از سودا سر کردی، فروختن را سر کردی، بله. بازار خودت را ساختی. تو فهمیدی که به خریدار چی در کار. تو خوب فهمیدی که مشتری به چی آماده است که پول دهد. بله. بعد به فکرم تحلیل کردی. عادتا ما توصیه میدهیم که همه سمت‌های فروشتان را خوب تحلیل کنید. کدام بار خوب به فروش میرود فهمید و از 2 3 تای آنها استحصال برند خود را سر کنید. ҳа, мо аввал таҳлил мекунем. و میفهمید که چی به فروش خوب میرود. мефаҳмем ки чӣ ба фурӯш хуб меравад. آن را استحصال میکنید و تو کار را از کسلته اسکاربین سر کردی و بعد کار را با استحصال ساسکه های کودکانه چاچک ها دوام دادی، درست؟ بعد استحصال نقاب را آغاز نمودی. همین خیلی مهم است. اگر شما از سودا به استحصالات گذارید، انا همین استراتژی را رعایت نمایید. نگاه کنید، اول با سودا مشغول شوید تا بازار را شناسید، بازار را فهمید، خریداران را فهمید، درد آنها را فهمید، چی در کار است، چی در کار نیست. و بعد از میان آن همه مثال 100 محصولاتی که میفروشید، شاید 5-7 نمودشان خوب به فروش میروند و یا برجاش خوب است. در همه ساحه همین فرمولا کار میدهد. من میخواهم گویم که این استراتژی در همه ساحه کار میدهد. خواه شما مصالح ساختمان فروشید، خواه شما محصولات خوراکه فروشید، این فرمولا کار میدهد. در همه این استراتژی خوب کار میدهد. اگر در کارتان جاری کنید، نتیجهش عالی میشود. پس از این برمیآید که تو بعداً استحصالات را سر کردی. بله. وقتی تو اولین بار استحصالات رو به راه مانده بودی، من آمده بودم، درست؟ تو در خانه این کار رو انجام میدادی. бале бале дуруст. اون در شهر ترز بود، یعنی تو کار رو از همانجا سر کردی. من در آنجا همه تجهیزات تو رو دیده بودم. آن خانه شخصی بود و فکرم در آنجا والدان زندگی میکردند و یا خویشاوندان. بله، والدانم زندگی میکنند. والدان زندگی میکنند. بله بله بله. و استحصالات رو از همانجا سر کردی. آفرین، خیلی خوب. سپس آهسته آهسته کارت کلانتر شد. بله، کلانتر شد. بعدا دیدم که تو خانه همسایه را هم خریدی تا کارت رو کلانتر کنی.
کنی. ما زمینی رو خریدیم. خانه همسایه را. بله. یعنی کار را از خرد سر کنید. استحصالات را کم کم به راه ماندن نقش کلان میبازد. تو 10 سال باز تجارت میکنی. این تجربه خیلی خوب و کلان است. در 10 سال واقعا تجربه زیاد اندوختن ممکن است. پیش از گشادن تجارت خود تو در این ساحه کار کرده بودی و یا تو چی کار میکردی؟ تو چرا محض فارماسیوتیکا را انتخاب کردی؟ میدونید من در این ساحه الکی 15 سال باز کار میکنم. من اول در داروخانه کار میکردم. آن وقت 18-19 ساله بودم. من پرینسیپی تجارت را خیلی خوب میدونم. خوب سرفهم میروم. یعنی دیر باز کار میکنم و آن را از داخل میدونم. یعنی از این برمیاد من فارماسیوتیکا را خواندم. یعنی تو باز فارماسیوتیکا را خواندی. این کاملا درست است. دوستان من با این چی گفتن میخواهم حالا یک فکر کنید. پیش از همه او این ساحه را خوانده است و فکرم تو در این ساحه کم تصورات داشتی. درست؟ یعنی تو اول رفته این ساحه را خواندی، بعد در همین ساحه کار کردی، تجربه اندوختی، 5-6 سال کار کردی و بعد از درون دیدی که چطور بنیاد شده است. تو هم دانش‌های نظریوی و هم ملکه عملی داشتی. من کارگری عادی بودم. یعنی من در جای و وظیفه‌های گوناگون کار کردم تا که همین ساحه را پر از خود کنم. انا همین بسیار چیزی مهم است. یعنی تو در شرکت‌های گوناگون در وظیفه‌های گوناگون کار می‌کردی. یعنی من در انبار کار کردم، در داروخانه کار کردم، همچون منیجر اوید به فروش و اوید به خرید کار کردم. تو اینکه تجارت رو از درونش بفهمی. دقت کنید، انا همین کار خیلی مهم است و می‌خوام حالا به شما یک چیزی عجیب رو نقل کنم. از من بسیار می‌پرسند که این یا آن تجارت رو چطور سر کنیم. انا همین پایه و یا راه نمایان است که می‌خوام به سمع شما رسانم. من در این باره در روبریک سوال و جواب دولت بسیار سخن گفتم، اما حالا مثال میارم. نگاه کنید، اگر شما تجارت شدن خواهید، نخست روید و فروشنده شده کار کنید. من در درسات دایم همین خیلی میگویم. برای چی فروشنده شده کار کنید؟ وقتی محصولاتی را میفروشید شما خریدار را میفهمید، با خریدار چی در کار است و غیره. سپس در همین شرکت و یا در دیگر شرکت رفته در همین ساحه در شعبه خرید کار کنید. آنگاه شما لوجستیک بار تامین کنندگان را میفهمید، همه را میشناسید، مسئله برده رسانیدن، مهلت بار و دیگر نازکیات ها را. سپس همچون ادمنستراتور کار کنید تا که گروه تشکیل کردن، اداره نمودن و غیره را یاد گیرید. وقتی همچون ادمنستراتور کار میکنید شما اداره نمودن را یاد میگیرید، احوال درون شرکت را میفهمید و همچنین مسئله نظارت حسابات را. اقلا شما باید 1 سال همین خیل کارها را بکنید. یک چند ماه در اینجا، یک چند ماه در آنجا، باز در جای دیگر و همینطور وقتی که از درون همه چی را میفهمید، مرحمت انا آنگاه برای کشودن تجارت حرکت کنید و باز قرض گرفته تجارت نکشوید. این پرابلم می شود. برای همین بهترش کم کم پولتان را جمع کنید و اولین قدم های تجارت را با پول خودتان مانید. اگر سوختید هیچ گپ نه، اقلا قرضدار نمیشوید. درست؟ به هر حال اقلا قرضدار نمیشوید و غیره. الکسی دادرم، حالا چند فایز بازار و محصولات شرکتی تو فرا گرفته است؟ نگاه کنید، از روی بعضی محصولاتمون با مانند بینت، نقاب، سازکا، بوتیلکاهای کودکانه، اپتیچکاها و غیره، حالا ما جای یکم رو گرفتیم در قزاقستان. چند فایز بازار و محصولاتتان فرا گرفته است؟ 40%، 50%، 30-40%. تخمینا از 30 تا 40. درست؟ بله. این نتیجه خیلی خوب است، خیلی عالی. دوستان من گفتن میخوام که وقتی دوران بحران سر شد و فکرم تو همان وقت از من درس گرفتن را سر کردی. درست؟ من به الماطه آمدم، من و تو بار یکم واخوردیم، تو به کنسولتاسی من آمدی. بله این سال 2020 بود. آخری 2020 و ما کار را سر کردیم. از بین 2 سال گذشت و من دیدم که کارهایم بهتر شدن. آفرین. سببی به درس‌های ما آمدن چی بود؟ تو به این هم کسی تجربه داری و این ساحه را خوب میدانی، تاجری ماهری. من درس‌های شما را در یوتیوب پیگیری میکردم و برایم خیلی جالب گشت. شما بسیار گپ‌های عاقلانه میگفتید، سخن‌های برای تاجران خیلی درکاری را میگفتید و من گپ‌های شما را عملی میکردم، در کارهایم جاری مینمودم و بعد فهمیدم که برای بازم بهتر شدن کارم باید از نزدیک از شما درس گیرم، شاگردی شما شوم. یعنی تو در یوتیوب تماشا کردی و بعد سخنانم را عملی نمودی، دیدی که آن نتیجه داد و بعد به آموزش آمدی. بله، به من خصلت‌های شما، ایده‌هایتان، تجربه‌هایتان پسندم آمد. تشکر عزیزم. میدونید دوستان من میخواهم از همه مهمش ما تجربه‌های منفی شما را شنیده خودمون به خطاهایی که شما کردید راه نمیدهیم. بله من خطاهای زیاد کردم. دقت کنید دوستان، من به شما گفتن میخوام که الکسی یکی از شاگردانم است که وقتی با آموزش فردی آمد به من این خیلی سوال داد: استاد درآمد شما چقدر است و غیره. این چی معنا دارد؟ یعنی وقتی که شما برای خود استاد انتخاب میکنید، کسی رو انتخاب کنید که گردش پولی دستاورد و یا درآمدش از شما دیده اقلا 5-10 برابر زیادتر باشد. تنها در این صورت میتواند به شما یاری کند و طرز کاری درست رو نشان دهد. چون که اگر استادی رو در سطح خودتان انتخاب کنید پس دور رفتن نمیتوانید. این پورا درست است الکسی. آفرین. من این رو برای همیشه در یاد گرفتم. چرا؟ چون که او یگانه کسی است که به من این سوال رو داد. این خوب در یادم مانده است. تو در دست سیستم کنانی تجارت بودی و تو در گروه فردی من میخواندی. دادرم لطفاً بگو
از آن درس‌هایی که آمده خواندی کدامش را عملی نمودی و چی گونه نتیجه ها به دست آوردی؟ من همش را با نوبت عملی میکنم، ولی مهمترین چیزی که من فهمیدم این است که تجارت را автоматизация کردن لازم است. باید همش طبق رقم ها باشد، همش باید شفاف باشد. من چنین میشمارم که جریان تجارتی من 80% автоматизация کننده شده است. آفرین. وقتی ما سر کردیم من در یاد دارم که هر دویمان جایهای کاریت و آفیست را رفته با دقت دیدیم. بعد ما در شیمکن با گروه کاریت واخوردیم. بعد اگر در یاد داشته باشی من و تو برای یک فینانسیست اقتصادچی را به کار گرفتیم، درست؟ فینانسیست را به کار گرفتیم، یعنی با الکسی محض برای تشکیل گروه کمک کردم، گروهی که با او لازم است، چون که ما باید برای انکشاف کار پایه مستحکم میگذاشتیم، زیرا مقصدهای بزرگ داریم. الکسی میکوشد که پیش رود و غیره، و برای رسیدن به این مقصدهای بزرگ به او واقعا گروهی خوب و توانا در کار بود. ما پیش بار تامین کنندگان تو به سمرقند رفته بودیم، درست؟ بعد ما با بار تامین کنندگان در مالزی کار را مشورت کرده بودیم، چون که بار تامین کنندگان کلان این خیلند که طوری که تو گفتی مقدار کمی بارا نمیفروشند و ما با آنها مصلحت و مشورت کردیم و غیره. خیر، ما تا اندازه آهسته آهسته به کامیابی های معین نائل شدیم. می توانی گویی از نقطه A تا نقطه B پس از آموزش کارت چقدر پیش رفت؟ با رقم بگو. از نقطه A تا نقطه B. اگر نشاندادهای اساسی تجارت را حساب کنیم، فایده تازه از آموزش نقطه A تا نقطه B الکی 2 سال گذشت و کاری من X2 شد. X2. فایده تازه X2 است. گردشی تجارتت چی؟ کمی از این بیشتر. خوب است، عالی. فایده تازه X2. از همه مهمش من گفتن میخواهم که فهمیدم که تجارت را автоматизация کنندن در کار است و خودی صاحب تجارت باید از تجارت نجات یابد. یعنی تو خودت را از کار آزاد کرده توانستی. تو باری به من گفتی استاد من بسیار گپای شما را عملی کردم، این به من کمک کرد تا خودم را از کار کمی آزاد کنم و من کم وقت خالی دارم و غیره. در یاد دارم و بعد گفتی من تیارم به شما کمک کنم. بیاید اگر به شما یگان شاگرد یا کوراتور در کار باشد پس من آمادم به شما یاری کنم، چون که کمی وقت دارم. گفته بودی، در یاد داری؟ در یاد دارم. وابسته به استحصالات و غیره. درباره بازار گپ زن. تو آن را به فکرم محض در وقتی آموزشی درسای ما خریدی. این را می توانیم یکی از دستاوردهایت گویی؟ یعنی ما این بازار را در آخر سال 2020 خریدیم. آن را در 2 سال به ترتیب درآوردیم. همین سال ما چنین کارها را به آخر میرسانیم. خلاص اینجا بازی استحصالی ماست. شرکتی میگفت وقتی که تو نو آمده بودی از من پرسیده بودی، ما مصلحت کردیم که این بازار را خریم یا نخریم، میارزد یا نمیارزد. وقتی که این بازار را خریدی چی خیل بود؟ کمی در این باره نقل کن. وقتی که خریدی چی خیل بود و تو چی ها ساختی؟ تنها انا همین بینو بود. تنها همین بود؟ بله، تنها همین بینو بود. در اینجا تماما اسفالت نبود، همه جا لوی بود. اینجا پر از خاک و لای بود؟ اینجا پر از خاک و چنگ و لوی بود و تمام به فکرم ما همین قدر کار کردیم. دیگر هیچ چیز نبود. این همه را تو خودت ساختی؟ اینها را اینها را خودتون ساختی. تو انبارهای گرم داره که با تکنولوژی معاصر مجهز گردانده شدن، درست؟ انبارهای کاتگوری A می باشند. انبارهای کاتگوری A. دوستان این خیلی مهم است. انبارهای کاتگوری A خیلی خوبه. این بالاترین نمود انبار هاست. بله، یعنی انبارهای گرمن کاتگوری A با تمام معیارها و این چنین فرش این انبارها هم خیلی با صفتند و به سلامتی تأثیری بد نمیرسانند. تو حالا این همه انبارها را به اجاره داده ای؟ یک قسمشون اجاره و یک قسمشون رو خودمون استفاده میبرید. اینجا شما بسته‌بندی میکنید، استحصال میکنید و یا چیکار میکنید؟ اینجا انبار است. انبار یعنی ما بارهایمان را نگاه می‌داریم. اینجا محض چی است؟ در اینجا محصولات گوناگون را نگاه می‌داریم. داروواری، سیراپ‌ها. همه انبارها رو تو همین خیل کرده یا؟ بله، همشون در همین شکل گرم و راحت بخش. انبارهای تو عالی هستند. اینجا خیلی گرم است. با تجهیزات زمانوی. تعمیری خوب کردیم. بله. در زمستان اینجا گرم مکک است. اثنای کار بیمار شدن ناممکن است. بله. خیلی خوب. در تابستان باشد خنک می شود. در اینجا بارها از کشورهای گوناگون آورده می شوند. همین طور است؟ از دولت‌های گوناگون؟ بله. از کدام کشورها حالا بار میاری؟ خیتای، ازبکستان، روسیه، بلاروس، مالزیا. از کشورهای گوناگون. آفرین، خیلی خوب. یک قسمی استحصالات بارهای تو در شیمکن است. حالا اساساً بینای استحصالی کلانی که به نزدیکی من و تو محاکمه کردیم در شیمکن میسازی و یا در همین جا در الماتا؟ من در شیمکن ساختنیم. در آنجا ساختنی. خیلی خوب. چرا محض در شیمکن؟ ما در آنجا زمین داریم. زمین دارید. اما عموما چند تا بازار داری؟ 2 تا. 2 تا همین خیل بازار. دوام 2 سال آخر خریدیم؟ بله. بین دوستان دوام 2 سال کاری ما
از این برمیاد که اگر تو را درست فهمیده باشم X2 درآمدت زیاد شد دوامی این 2 سال، اما کپیتالیزاسیا باشد کمی زیادتر. کپیتالیزاسیا هم زیادتر شد و تو 2 بازه کلان را خریدی، اینقدر آباد کردی. یک قسمش را خودت استفاده میبری، یک قسمش را به اجاره داده. خیلی خوب. اینجا چند کوادرات است این بازه؟ 1/10 هکتار. 1/10 هکتار. مساحت بنا چقدر است؟ مساحت بنا 3000 کوادرات است. 3000 کوادرات تو ساختی. وقتی خرید در اینجا 1 بنا بود و حالا 3 تایند. میدونید دوستان، من میخوام که نگاه کنید، بحران عادتا زود میشود. ما خواهیم نخواهیم در 7-8 سال در جهان بحران اقتصادی میشود، اما نه همه میتوانند که بحران را به فایده خود استفاده برند. الکسی، من میدونم که تو در تجارتت این کارو کرده توانستی. چطور این کارو کردی؟ کمی درباره تجارتت نقل کن. چطور بحران را به امکانیت تبدیل دادن ممکن؟ شاید که جریان زندگی خودش به همین آورده باشد، زیرا این به کرونا ویروس علاقمند بود و غیره. اما غیر از تو دیگران هم با فارماسیوتیک مشغولند، اما نه همه آماده بودند. من چنین میشمارم که هیچ گونه بحران نمیشود، تنها تاجران میشوند که به این آماده نیستند. چی به تو کمک کرد که به این بحران آماده باشی و این بحران را به فایده خود استفاده بری؟ پیش از همه چنین میشمارم که گروهی من با قوت است. همه‌شان خیلی زیرکند. این در نوبت اول. گروهی توانا. گروهی با قوت میتواند که به همه گونه بحران‌ها تو بارد، به همه گونه حالت‌های بیرجوی آماده باشد. و دوم این است که تجهیزات ما به این پورا آماده بود. کارها خوب پیش میرفتند و ما از فرصت مناسب استفاده می‌بردیم. یعنی همان لحظه پیش از بحران تو برای کلان کردن تجارت تجهیزات نو خریده بودی، همینطور؟ درست؟ ما ذخیره‌های کلانی مواد خام تیار داشتیم. محصولات سرطلب و سرخریدار داشتید و مواد خام بسیار خریده بودید. ما میزاجان دائمی داشتیم که هر لحظه آماده بودند که خرند. یعنی پیش از این همان بازاری که ساختید و میزاجان آماده بودند. عالی. نگاه کنید دوستان، آدمان از من زود میپرسند من کمی پول ذخیروی دارم چطور بند کنم؟ میگویند. من دائم میگویم اگر با سودا مشغول باشی بارهای سرخریدار خریده بند کن. بارهای سرخریدار بخر. تو بای نمیدهی بلکه برد میکنی. و یا اگر استحصال کننده باشه پس محصولات خام بخر. برای محصولات سرخریدار مواد خام تیار کردمان. تو هیچگاه بای نمیدهی، چون که این تجارت اساسی توست. تو میتوانی پیوسته استحصال کنی. باز اگر بار سرخریدار باشد باز هم خوبتر. و در این مرحله وقتی که پاندمی سر شد پیش از همه راهها بسته شدن. درست؟ راهها بسته شدن و لوجستیک در همه جا خیلی بد پیش میرفت. هر گونه مانع و مشکلات نو پیدا میشدن و تو باشی مقدار زیادی مواد خام داشتی. این خیلی خوب است. من در یاد دارم که بعد پیش از پاندمی، پیش از همون مشکلات جهانی، یک قسم گروه کارمندان رو من و تو وای کردیم و سمت سردرآمدترین کار روانه کردیم که بسیاری ها نداشتن. با باری نایاب به همین سمت روانه کرده کار شعبه فروش را تیزاندیم. بعد باز آن را به یک چند سمت ها روانه کردیم. خیلی خوب. این بسیار خوب است. حالا لطفاً به من بگو وقتی ما سر کردیم من در یاد دارم که در گروه نامرتبی زیادی بود. به اینجا کادرها نمیرسید، به آنجا نمیرسید. بعد تو آهسته کار شعبه فروش را به ترتیب درآوردی. آنها را تقسیم کردی. یک گروهشان به تندرها مشغول شدن، به منطقه ها، به آپتویکا و غیره ها کذا. بعد ما در مسئله HR هم همراه کار کردیم. عموما کار زیاد کردیم. حالا طبق 10 خال به گروهت بهای چند میدهی؟ حالا آنها خوانده ایستادند، یعنی طرف پیش رفته ایستادند. اینجا بسیار خود کوشش و غیرت میکنند و من بهای 7 میدهم. طبق 10 خال بهای 7 میدهی. آفرین، این بسیار خوب است. حالا من معیاری بلندی بهادهی دارم برای دوره معین. معیاری بهادهی خیلی بلند. دوستان در یاد گیرید. اگر 2 سال پیش همین سوال رو میدادید من با آنها بهای 10 میموندم. حالا با گروه کاری به طور دیگر مینگرم. برای همین بهای 7 میمونم. نگاه تو معیاری بهادهی تو به گروه بلند شده است. یعنی استاندارد بلند شده است. از این رو بهای 7 که اون میگوید این به بهای 2 سال پیش برابر است. یعنی من سال به سال در تجارت تجربه دارتر و ماهرتر می شوم. بله چون که بازار هم تغییر می یابد. کسی که مطابق نشود از بین می رود. اونی که به قوت است می ایستد. بله. اساساً به کیها اجاره داده ای؟ به شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های عربی. بیشتر خارجی ها؟ چون که بیشتر آنها این استانداردها را قدر میکنند. این معیارها را و صفاتها را رعایت میکنند و پول خوب میدهند. بله. من میبینم که ونتیلیاسیون اینجا خیلی خوب است. روشنیش هم خوب است. تو این را مخصوص طبق فارماسیوتیک کردی و یا نمایندگان دیگر ساحه ها هم اینجا را به اجاره گرفته میتوانند؟ اینجا طبق فارماسیوتیک است. اینجا معیارهای جهانی خود را دارد. این خیلی خوب است. آفرین. مجهز گرداندن بعض دوم را هم سر کردید و یا هنوز نه؟ نه هنوز سر نکردیم. تو اینجا را به آخر میرسانی و بعد آنجا. الکسی دادرم لطفاً به سوال من جواب ده. تو درباره درس‌های ما چی گفته میتوانی؟ تو الکی 2 سال است که در آنجا میخوانی. آن درس‌ها برای کی‌هایند؟
و چی گونه آدمان فایده میبخشند و چی گونه خوبی ها دارند. медонед ман дар дигар ҷойҳо ҳам мехонам. ман MBA-ро хатм кардам, донишҳои иқтисодӣ гирифтам, аммо таъсирбахшӣ ва фоидаи бештарро ман аз дарсҳои шумо гирифтам. ту дар омӯзгоҳҳои гуногун будӣ, дар MBA ҳам хондаӣ? дар MBA ҳам мехонам ва таъсирбахшию фоидаи бештарро ман аз дарсҳои шумо гирифтам. ташаккур додарам. яъне аз омӯзиши солона. яъне хуб, фаҳмо. боз ҳам аҷибтар. Ту дарсҳои солонаи маро ҳам онлайн хондӣ. омӯзиши солона, система кунани тиҷорат ва баъд боз офлайн хондӣ. қариб ки ҳар моҳ ту барои иштирок дар дарсҳои ман ба Туркия мерафтӣ. ва аз ин дарсҳо лутфан баъзе чизҳоро бигӯ ки воқеан ба ту кӯмак карданд ва ё ту дар нақша дорӣ ки амалӣ кунӣ ё қисман дар корат ҷорӣ намоӣ. яъне пеш аз ҳама ба ман бизнес моделҳо кӯмак карданд. ин як. боз дар масъалаи HR, ташкили гурӯҳ. барои ташкили гурӯҳи боқувват. ин ду. хеле хуб. боз дарсҳои менеҷмент ҳам хеле хуб кӯмак карданд. офарин, олӣ. яъне ту омадию дар масъалаи HR ҷиддӣ кор кардӣ ва гурӯҳи хубе ташкил намудӣ. дар ҳақиқат Алексей гурӯҳи хубе дорад. гурӯҳ чунин чиз аст ки ба он бовар кардан мумкин аст, ба он таваккал кардан мумкин аст. он мисли шоҳмот аст. дар шоҳмот шоҳ худаш танҳо коре кардан наметавонад. ӯро дарҳол нест мекунанд агар дар гирдаш гурӯҳаш набошад. ҳамон фигураҳои боқувват набошанд. агар фигураҳои боқувват набошанд, бефигураҳои бақувват ӯро зуд нест мекунанд. метавонӣ гӯӣ ки ту дар тиҷорати худ ва ё умуман дар ин роҳи худ ба кадом хатоҳо роҳ додӣ, то ки ин барои бинандагони зиёди мо таҷриба шавад. пеш аз ҳама ман гуфтан мехоҳам ки бояд дар гурӯҳ як бухгалтер ва ё муҳосиби хубе бошад. дар кори ман чунин ҳолате буд ки ман дар масъалаи сармуҳосиб хато кардам. пулро сарфа кардам, эконом кардам. аз сабаби ин хато ман тахминан $80,000 зиён дидам, ки ин пули кам нест. $80,000 барои хатои ӯ, барои қадри ноӯҳдабаро буданаш ин қадар зиён дидӣ. дуруст. $80,000. бале. яъне дар масъалаи бухгалтер пулро сарфа кардан дар кор нест. беҳтараш мутахассиси хубро ба кор гирифтан дар кор аст. дар масъалаи финансист, бухгалтер, HR менеҷер пулро сарфа кардан дар кор нест. кадрҳои калидӣ. барои кадрҳои калидӣ пулро дариқ доштан дар кор нест. бале, барои он ки пулро дариқ доштан боиси зиёни бештар мешавад. ту бе ин ҳамонро бой медиҳӣ. хуш нигоҳ кун. вақте ману ту сар кардем, аввал финансисти хуб ёфтем, баъд муҳосиби хубе ёфтем ва баъдан HR пайдо кардем. ҷараёни тиҷоратро ба тартиб даровардем. вақте ки автоматизатсияро сар кардем, якчанд хатоҳо буданд. мо як муддат душворӣ кашидем. бо 2-3 ширкатҳои гуногун ҳамкорӣ кардем. лутфан дар бораи ин кору таҷрибаҳо гап зан. хатоҳои мо дар интихоби ширкатҳо ва пудратчиҳо ки дар кори мо автоматизатсияро ҷорӣ мекарданд чӣ буд? мо гурӯҳҳоро нодуруст интихоб кардем. яъне ман кори онҳоро наомӯхтам. бо корҳои пешинаашон шинос нашудам. онҳо қаблан бо ширкатҳои фарматсевтӣ ҳамкорӣ накарда буданд. он чӣ ки онҳо ҷорӣ карданд автоматизатсия кунондан буд. тибқи ҳисобот ин яке аз корҳои вазнинтарин ба шумор меравад. онҳо ин корро кардан натавонистанд. ман дар ёд дорам ки мо як ширкатро интихоб карда будем, баъд онҳо аз уҳдааш набаромаданд. дуюмашро интихоб кардем, онҳо ҳам аз уҳдааш набаромаданд. дуруст? баъд мо ширкати сеюмро интихоб кардем. ҳоло бисёр ширкатҳо ҳамин гуна масъала доранд. одамони хеле бисёр. ман мехоҳам ту ба ин бинандагон нақл кунӣ ки баъд ману ту чӣ кор кардем ки ин масъала ниҳоят ҳал шуд. зеро ман медонам ки ту дар бораи якчанд ширкатҳо гуфтӣ ки устод инҳо наметавонанд. ман гуфтам ки дигарашро мо кофтем. баъд ман ба ту яке аз шогирдонамро тавсия додам. ӯ ҳам аз уҳдаи кор набаромад. дар ёд дорӣ? бале, дар ёд дорам. аммо дар аввал ӯ омад ва чизҳои муайянро нишон дод. баъд ман фаҳмидам ки бо дигар ширкат маслиҳат кардӣ ки замоне дар ширкатҳои ман корро ҳал карда натавониста буданд. онҳо ҳам аз уҳдаи кор набаромаданд ва баъд ту боз меҷустӣ. лутфан бигӯ, ту чӣ тавр ширкати лозимаро ёфтӣ ки аз уҳдаи ин кор баромад? ман ширкат не ю балки программисти бақувватеро ёфтам. ва ӯро ман не балки HR менеҷери ман ёфт. яъне гурӯҳ ёфт. гурӯҳ ту ба ӯ супориш додӣ ва ӯ программисти бақувватро ёфт. баъд программист ин масъаларо аз худ кард ва он кореро ки дигарон нопурра карданд то ба охир расонд. ту он программистро ба ширкат ба кор бале, гирифтӣ? ӯ дар штати ман кор мекунад. дар штат. яъне аз ин бармеояд ки мо ба HR-ҳои ту бисёр чизҳоро ёд додем ва HR бақувват шуд ва ӯ гурӯҳи бақувватеро гирд овард, программистро ба кор гирифт ки ба ҳамин гурӯҳ ворид шуда ҷараёни тиҷоратро аз дохил пурра фаҳмид. дуруст. баъд ӯ ин корро кард. комилан дуруст.
عادتا من چطور شرکت خودم رو اتوماتیزاسیون میکنوندم؟ من این کارو چطور میکردم دوستان؟ من هم این حالت رو اثر گذرانیدم. یک شرکت رو گرفتیم تا که اتوماتیزاسیون کند، اما از عهده‌اش نبرآمد. دویمش رو گرفتیم نتوانست. سومش رو گرفتیم نتوانست. خیلی عجیب است که پول صرف میشود. آنها پیش پرداخت میپرسند و ما میدادیم. بعد یک مدت معین میگذشت. آنها کمی یک دو کار میکردن، اما باز هم پیشروی نبود. یعنی ما دویما پول میدادیم اما چیزی دلخواهمان را به دست آوردن نمیتوانستیم و آنها پول را بر نمیگرداندند. بعد ما همکاری را بس میکردیم و آنها میرفتند و کار حل نشده میماند. و فکرم بسیار تاجران به این خطا راه میدهند. بعد من از این همه رفتم و مدل سکنجه را فکر کرده برآوردم. همین مدل سکنجه به من برای اداره کارها بسیار کمک میکند. من کارگر خوبی را گرفتم. طوری که تو گفتی پروگرامیست خوب را به کار گرفتم. من یک اکسپرت را به کار گرفتم که او این ساحه را خیلی خوب میفهمد. من متخصصی را به کار گرفتم که این ساحه را عالی میفهمد و بعد با کمک همین اکسپرت، یعنی من با او این خیلی گفتم من به تو تنها برای صفت کارت پول میدهم. خودم میتوانم دلخواه کس را گیرم، ولی اگر من در این ساحه متخصص نباشم آنها میتوانند به من هر چی را پیشکش کنند و من گمان میکنم که آن چیز خوب است. من متخصص یا پروگرامیست نیستم کو. من از مسکو اکسپرت خوبی را به کار گرفتم و او بسیار بچه خوبی بوده است. در یاد ندارم از مسکو بود یا از دیگر شهری روسیه. عموما گروه من آن بچه را یافت و من به کار گرفتم، اما آنها او را یافتند. گروه من آن اکسپرت تنها یک کار میکرد. ما پودرچه ها را میافتیم، با اون میفهمونیم که انا این خیل. او با ما میگوید که این میتواند یا نه. آن پروگرامیست گوش میکند و مثلا میگوید که نه این نمیشود و یا میشود و غیره. بعد ما از بین یک چند پودرچیان همونی رو که به ما در کار است انتخاب کردیم و چون ما پودرچی به ما در کاری رو انتخاب کردیم، اکسپرت به ما برای نظارت آن پودرچی جواب میگفت، او رو نظارت میکرد. طبیعی است که ما سفارش های تکنیکی رو مینوشتیم. بعد دیگر شرکت رو جلب کردیم. اکنون پودرچی هست. بعد دیگر شرکت رو جلب کردیم که آن سفارش های تکنیکی رو مینوشت. دیگر شرکت زیر نظارت آن اکسپرت مینوشت. این شرکت کارش را سر کرد، باز هم زیر نظارت آن اکسپرت. تنها همان وقت بسیار کارها خوب پیش رفتند، اتوماتیزاسیون شدند، کارها آسان و خطاها کم شدند. آن اکسپرت آدمی بیرونه بود و نظارت میکرد. ما با او برای همین کارش پول میدادیم، ولی از همه مهمش طرز درست انتخاب کردن اکسپرت بود تا که او از موفقیت های ما منفعت دار باشد. انا همین خیل حادثه از سر ما گذشته است. از این رو آدمان زیادی که کار خود را اتوماتیزاسیون کنندن میخواهند لطفاً در یاد گیرید. در اتوماتیزاسیون سفارش های تکنیکی نقش کلان میبازند. سفارش های تکنیکی، چطور نوشته شدن سفارش های تکنیکی، چه خیل همه جریان های تجارتی درست نوشته می شوند تا که بعداً آن کار کند. اگر سفارش های تکنیکی نادرست نوشته شوند، با زبان پروگرامیست ها نوشته نشوند، نتیجه به دست نمی آید. چقدر که پول صرف نکنید نتیجه به دست نمی آید. من اولین کامپلکسی را در یاد دارم که برای اتوماتیزاسیونش 9 میلیون تنگه پرداخته بودم. من پول دادم ولی کار تماما حل نشد. با فکرم این شرکت دومی بود که تو نیز همکاری کردی. ما پول دادیم اما نفهمیدیم. آنها سخنان درست میگفتند، گپای خیلی عالی میگفتند، اما کار همه آنها گپای عالی میگویند. وقتی که آنها میگویند و میفهمونند ما ساحهشان را نمیفهمیم کو. ما کار آنها را از داخل نمیفهمیم. طبیعی است که به نظرم چنین نمود که همه بچه‌ها آنچه را که به من در کار است کرده میتوانند. شاید آنها برای دیگر ساحه آن کارا کرده باشند، نمیدانم، ولی عموما همین خیر شد. دوستان عزیز، الکسی تو به بینندگان ما چی نصیحت میدهی؟ آنها فکر میکنند که به آموزش درس‌های سما رویم یا نرویم؟ با صاحبان تجارت خرد و میانه من مصلحت میدیم که به آموزش سالانه روید تا که تجارت شما به سیستم درآید، اتوماتیزاسیون کننده شود، بیزنس مدلش تهیه شود، استاتستیکاش نوشته شود. شما انتخاب کارمندان را یاد گیرید. انا همین آموزش سالانه را ما حالا کورس سیستم کنانی تجارت مینامیم. قبلا ما 1 سال میگذراندیم، حالا باشد 5 ماه میگذاریم تا که مردم بسیار سرسان نشوند. ما را در ترکیه برگزار میکنیم. کورس سیستم کنانی تجارت را قبلا 1 سال میگذاشتیم. در بیشکک میشد. در یاد داری؟ شاگردان به بیشکک میرفتند، بعدن یک گروه دیگر در تاشکند درس میگرفتند، باز گروه دیگر در مسکو. حالا باشد ما در ترکیه میگذاریم. در آنجا از تمام دنیا گرد میآیند، از کشورهای گوناگون آدمان آمده درس میخوانند. پلتفرم ما خیلی خوب است، خیلی قوی است. همینطور نوارهای ثبت شده را از نو دیدن ممکن است. بله ما پلتفرم خیلی خوب ساختیم. من در نظر دارم که آدمان زیادی میتوانند بیایند، از کشورهای گوناگون، از امریکا میآیند، از حدود بالتیک، از روسیه میآیند. تو دیده ای که در آنجا چگونه
آدمان هستند. تو درباره محیط آن آدمان، خصلت آنها و عاید به سما چی گفته میتوانی؟ در آخرین درس‌ها یک ماه پیش من در ترکیه بودم. با آنجا تاجرانی گوناگون از کشورهای گوناگون آمده بودند. بله. از امریکا آدمانی زیاد آمده بودند. از حدود بالتیکا آمده بودند. از روسیه آمده بودند. ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان. تو از این محیط و از صحبت و معاشرت با آن آدمان یگان فایده میگیری؟ به همدیگر تجربه هایتان را نقل میکنید؟ بله، البته ما صحبت میکنیم، شامگاه نشسته چای مینوشیم، معاشرت میکنیم، تجربه های ما را نقل میکنیم، ایده های نو پیدا میشوند. حالا شاید مناسبت های شریکی پیدا کنیم. بله. بسیار آدمان به محیط ما و درس های ما محض با همین مقصد میآیند. برای یافتن شریک تجاری لایحه ها میجویند. یک از تجارتش را کلانتر کردن میخواهد، کسی دیگر میخواهد سرمایه گذاری کند. در آنجا چنین امکانات ها خیلی زیادند. کسی میتواند شریکان خوب یابد و کارش را خوب پیش برد. لطفاً بگو الکسی، سما برای تو چیست؟ خانه دویمم است. همین خیل؟ بله، البته خانه دویمم است، چون که آنجا به من بسیار پسند است. سما در دلت جا گرفته است نه؟ سما در دل و جانم جا گرفته است. به من خیلی پسند است. تشکر. میدانی من دیگر دوستان ندارم، دوستان بیگانه. به نزدیکی حتی همسرم به من گفت دوستان زیادی دارید و یگان کسی آنها را نمیبینم. میدونی من به او چی گفتم؟ دوستان و نزدیکان من شاگردان منند، آنهایی که با من رشد مییابند، آنهایی که در گروه‌های فردی مایند، زیرا از سحر تا شام وقتی من با آنها میگذرد. بعضا هفته یک دو بار من با دیگر آدمان صحبت میکنم که من نیز از آنها مصلحت میگیرم تا که کارهایم باز بهتر شوند. با محیطی که برای انکشافم شوق‌آور است در ساحه معنویات، علم و دانش، تجارت و غیره. یکی از همکورسان من با من کار میکرد. با او در MBA تحصیل کردم. او دوام 1.5 یا 2 سال رهبر خالدینگم شده کار میکرد. او از طرز حیاتی من در شاک بود. میگفت که گوش کنید، شما به هیچ کجا نمیروید، سیر و گشت نمی کنید، شما دیگر یار و رفیقی ندارید و غیره. شما تنها به همین رو آورده اید. میگفت که من از شکل زندگی شما، از انکشاف و پیشرفتتان حیرانم. من گفتم میدانی همین طور من چیزی ایجاد میکنم، چیزی میآفرم. برای من سببگار موفقیت دیگران شدن خیلی ارزشمند است. این برای من واقعا خیلی مهم است، زیرا وقتی مثلا میبینم که در کارهای تو تغییرات و پیشروی هست، در کارهای دیگران تغییرات و پیشروی هست، من از این خیلی شاد و خرسند میشوم. تو به بینندگان، مخلصان و شنوندگان ما چی مصلحت میدهی؟ همچون بیزنسمن، همچون میلیونر چی مصلحت میدهی؟ در نوبت اول گفتن میخواهم که حالا عصر ما عصر آموزش و خواندن است، عصر دانش است. بله. بیشتر خوانید، از آدمان موفق درس گیرید. درست گفتند که زگهواره تا گور دانش بجوی. اینچنین با ورزش مشغول شوید تا که سالم باشید و نیرویتان زیادتر باشد، قوه حیاتیتان فراوان باشد. آفرین الکسی، تشکر به تو دارم. رحمت کلان. من فکر میکنم که این آخرین اینترویو نیست و آخرین بزه تو نیست که من دیدم. خدا خواهد باز بزه هایت زیادتر میشوند. من و الکسی در نقشه داریم که به نزدیکی استحصالات خوب و کلانی را در سمت‌های گوناگون به راه مانیم. خدا خواهد و این نقشه ها رو عملی کنیم، بعد نشان میدیم. رحمت الکسی دادم. تشکر زیاد. زنده باش.